نفهمیدم. گفتم داملا حیاته یا نه رحمت است؟ حیات. خدا را شکر. حرمت بسیار داملا را دوست دارم، خیلی علاقمندشم هستم. داملا حاجی میرزا آره. بهترین شخصیت است انشاءالله. داروهای طبابتی برای هر یکی ما و شما: سمیوان برای فربه شدن، روغن سیاه‌دانه، ابیمدیوم پاستا برای پراستاتیت و اینچنین مغز برای زیاد کردن علاقه با همسر خود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. با نرخ‌های دسترس برای شما. دستافکا با تمام شهرهای روسیه روان کرده می شود. برای شما سلامتی خوب خواهانیم. نفهمیدم. گفتم داملا حیاته یا نه رحمت است؟ حیات. خدا را شکر. حرمت بسیار داملا را دوست دارم، خیلی علاقمندشم هستم. داملا حاجی میرزا آره. بهترین شخصیت است انشاءالله. خیلی دوستشم دارم. همیشه وقت اینترنت فیسبوک یا یوتیوب خیلی تقریبا شبن گوش میکنم. لایک میمونی نه؟ من هم مرز تاجیکستانم، بعد بدخشان. حاضر در ترکیه قرار داری؟ آره ترکیه قرار دارم. چون دکتر هم هستین؟ کم و بیش بله. من ایزا ویدو کتیزم وقتی زنگ بزنم نگم مشکلاتی که میشه عدد پرسان کرده نمیشه. آره بعضی وقتا اخیرا میزش خراب میشه و کمی تیزاب میکنه، دیگه اگم وقتا دلمون درد میکنه و گفتم اگم چیزی را میتونم سوال کرده یا نه. خب بهتر خوبترش اگان وای روین تیپ دا مراجعت کنین پلیکلینیکا میگن کو بالنیسا. چون ترکیه ما را دکتر تحویل نمیده، هنوزنامه هیچ چیزی نداریم. نداشته باشین بیزیب. خدا مشکله دیگه. در ترکیه چیکار میکنی؟ حالا ترکیه ما یک سری کارهای همین ساختمانی انجام میدیم دیگه. این کارگریش دیگه. یعنی ساختمانی. در افغانستان ساختمانی نیست؟ حالا باشرم کجا به ما میرسه. چرا؟ وزیر بسیار کو؟ نه والله حالی خوب نیست. این که وقت دارم مسافر هم هستم هیچ خبری ندارم. یا که نمیسازن ساختمان های خانه های کلان دم. دیگه ولایت ها بعضی جاهای شرزمین هست و ما دیهات هستیم. خب باشه دیگه مزاحم نمیشم. برادر یک صدا تشنه دیدم خیلی خوشحالم شدم. خدا نگهبانی ما و شما. آمین. خب خب سلام علیکم برادران اهل اسلام. در سامانه یوتیوب کمتر ویدیو ها میکنیم. بعضی برادرها از افغانستان زنگ میزنند، اظهار منتداری میکنند و بعضی ویدیوهای میسازیم که مقصد جای لازمه ثبتای داملا حاجی میرزا را استاده که استفاده میبریم ثبتاشه. میگه که داملا را به نهایت دوست میدارم، احترامشان میکنم. از افغانستان بوده است، در ترکیه ساختمان کار میکرده است. میگوید که در افغانستان کار نیست، اگر باشدم به ما نمیرسد. خب شما چی فکر دارین؟ در زیر کامنتر بنویسونین. انشالله که کسی چیزی که پرتر بسیارتر میدانه بنویسونین و لایک را دریغ ندارین. بچه یوچه زیر میکنیم. خب مثل همین ما و شما در کار فعالیت میکردین، مثال اینا تاجیکستان، ازبکستان، همین طرفا بگیم روسیه کار کنیم میریم، اینا که نمیدونم چه شرطنامه دارن، چرا روسیه نمیروند؟ تا حال ما فهمیدگی نیستم که افغانستان روسیه کار کنی میآید، اجازت نیست شاید. خب
از ترکیه اجازت هست. از ترکیه باشد مثلا یعنی داونا بعد یعنی پرابلمای کروکوسیتی خول تاجیکستان دا ویزا تشکیل کردند. خب بعضی بسیاری بیزنسمن‌های تاجیکستان از اونجا بار صادرات میکردن، اکنون کمی مشکل میشه باشون. خب یعنی در ترکیه کار میکرده است، دکمنت ندارم میگه، مزام نیست، انا کلینیک مراجعت کردن نمیتونم میگه. خیر که الله مهربان هر کی جایی که باشه مشکلاشا برطرف کنه.